سلام علیکم خانوان و جنابان. امروز مسابقه جنگاوری بهترین UFC به خلاصه آمدن که به همه شما جنگاوری بهترین را معلوم کنند. اینها حبیب نورمگامدوف و یوری بویکا است. کسی قسم پیشین را ندیده است حاضر میفهمانم. یوری بویکا از سوئیس گریخت تا که بهترین جنگاوری روسیه را معلوم کند و به داغستان سفر کرد و حبیب را جیغ زد و برای حبیب رو یافتن با دوستان خرسک زبیره جنگ کرد. اگر این ویدیو را ندیده باشید پس به شما توصیه میدم. اکنون رفتیم به پیش جنگاور ها. یوری بویکا از همه بهترین جنگاوری در جهان نخواهد خیلی مشکل باشد به یادتان مانده. حبیب اریل نورمگامدوف. من با شمایم دوستان. مسابقه را آغاز میکنیم. یک حبیب و بویکا در لیفت، یک بویکا به حبیب، یک بویکا به حبیب، حبیب در آب، در خواب و در ساختمان کراچی. یک بویکا و برای حبیب که نیست، اما این بریت به نظر آمد زیتا درست است. با چشمانم دیده باور نمیکنم. خیر با یک چشمم دیده باور نمیکنم. یوری بویکا در این راند پوند غالب شد و حبیب را زد، اما خیلی عجیب است. برای چه قوه خود را استفاده نکرد؟ حبیب جان و تو معقول است که سری تو را این حفظ شده گیرد یا که تو فراموش کردی جنگ کردن را؟ من هم تو پرورکه کردم، چرا میتواند با چی پرورکه کردمی؟ ممکن این مول میداند. Round 2. Fight. من این نامش چمپیون میشه و من این نامش بهترین بهیست در جهان. این خیلی لینکن است. حبیب نورمگامدوف حتی یک جنگی برای استفاده کرد و غالب شد در این راند. دادا من آزم میبرم راست من اشاکی سرم. تو فیلم های به این ندیدی مثل هر وقت اول او بای میتید بعد در آخر میبرد. تکس تا احتیاط شده. اگر من نخواهم برد نمیکنی خواطر نشو. Round 3. Fight. اکنون سلاح اساسی من قوه در محبست تو ادا کن. بهترش نخیز حبیب. ای حبیب ببخش منه، حیرانم به تو. چست وای به تیز میمورم و به تو مغلوب نمیشم. عادق بسه کن. چرسی بیا برفتیم کوش بایی گرگه میشکند. بویکا من حبیب دیدن نمیخواهم، برای همین به تو کمک میکنم. من سیوم قسمی فیلمت را دیدم و میدانم چی به تو یاری میدهد. من ارشلاب رو توالت گیر. رحمت این هم در کار است. ایزا چین وای به توالت شلاب را؟ اما میدانی برای این بازی کامپیوتری است. یاری اول حبیب بابا خورسان شتوسی می تو پای شکسته رو از لاته توالت بسته. فو کنر بای باز یک لاته توالت ته کنه قبچی. وقتی آن رسیده است که تو تمام شوی و خواب کو پرواز کن. گور کالاس کن. باید تو دانی حبیب تو حالا چمپیون نیستی. رحمت تو میتوانی گویی که بهترین جنگاور در جهان هستی اگر که برقرار آموزی. همه پروتیفی من برامدگی در همین مسابقه یگان کس نمیتواند غالب شود و آن هم باشد من هستم. دست را بردار بویکا تو درسگیر شدی. برای این از محبس گریختن چرد شما نمیتوانستید که بعد مسابقه بیایی. آبشه تمام با دوامش کو محبس به اجرا میکنی. رفتیم حبیب حالا ما باز میخوریم.
اقلا در محبس نه. جنوبان و جنابان، این مسابقه به خوبی انجام رسید و یوری بویکر رو دستگیر کرده باز به محبس بردند. اگر یادتون آنده باشد منم حبیب که جنگ کده نبردم و یه چیزی گفتیم آقای چشم. دوستان عزیز، اگر رولی که ما به شما پسند آمده باشد پس لایک رو فراموش نکنید و پس سر رو هم فراموش نکنید. منوچهر استر و پیش. همه شما قوی بفایده دارید و دانید که من هم بهترین جنگاور